کاغذه رو میتونی بخوری. سریعتر بریم سراغ تستش چون که من خیلی کنجکاوم ببینم چجوریه. این کاغذاشه که وای شد. این صورتی، حالا دیگه نمیدونم که مزه‌شون هیچ بوی نداره، فرق میکنه یا نه، ولی این صورتیشه، اینم آبیشه. شکلش هم اینجوری اردک داره بشه. بعد با این خودکارش ای وای، با این خودکارش که آها اینجوریه، با این انگار روشون میکشی اینطوری. بیا دیگه، اینو اینجوری برمیداریم. خب ای وای داره میریزه. یه شیره نسبتا شیرینه. اینو اینجوری توشو من میخوام پر کنم، مثلا توشو پر میکنیم اینطوری. بعد اینش هم اینجوری شکمش هم رنگ کنم. حالا زیاد شد. اینم از این نه اینجوری میکنیم، تو فرنگش هم رنگ میکنیم اینطوری. و حالا اینو باید بخوریم. بذار من گوشه‌اش رنگ کنم از اینجا که بتونم اینم بخورم. اینطوری میشه وقتی رنگش میکنی، ژله میره روش. حالا مشنبه داره. ای وای اینا چیه تولید میکنید آخه؟ قشنگ انگار داری کاغذ میخوری، کاغذی که مزه نداره. بعد یهو تو دهنتون آب میشه، اصلا مزه خاصی هم نداره. کاغذی که کاملا بیمزه است. این یه مزه داره. حالا من که کاغذشم خوردم، انشالله که خوردنی بوده. آره این خودش خیلی خوشمزه نیست، اینم که اصلا مزه نداره. حالا بهش میگن کاغذ خوراکی. اگر جایی دیدید دوست داشتید امتحان کنید بخرید، ولی واقعا مزه نداره.